صحبتی دارم با شاه ایران. زمان رفتنت از ایران پیش خدا چه گلگی کردی که اینگونه ما رو بدبخت و ذلیل و آواره کردی؟ گلگیت پیش خدا مفهوم نفرین داشت. آهت ما را گرفت، نه میشه کاشت نه میشه برداشت. روح از شاد اما ما این وسط هیچکاره بودیم. ما ده 60 و 70 و 80 اون موقع به دنیا نیامده بودیم. بگو آخه از پدرامون چه توقعی داشتی؟ پدرامون ساده بودن، حال پشیمانیم بیا آشتی. به خدایت بگو بیا و این دمدم آخریا ایران را بهشت کن. مردم ایران فقیرن، بیا به جای نون و پنیر خالی سفره‌شون رو پر از گوشت و خورشت کن. ما مردم ایران در جهان خواستار صلح و آرامشیم. ما حرف حق میزنیم، فرداش بازداشت میشیم. ما مردم ایران به دنبال وعده صادق سه نیستیم. ما سر لج افتادیم، به الله قسم بیرحم نیستیم. اگر ایرانی هستی این کلیپ را دست به دست کن و شیر کن. چگونه بگویم مردم ایران نون شب ندارن، بیا و این وسط سبب خیر کن. داشی پولا خوردن نره نکن، دست در روز زن و بچه مردم بلند نکن.